خب اول از روی ادب سلام. مردم عزیز ایران خوب توجه بکنید. اون دسته از عزیزانی که داخل منزلشون از این پارچه‌های قدیمی دارن حدوداً برای 20 تا 30 سال پیش هستش. بالاش هم یه آرم فیل نشان داره. دوستان عزیز توجه بکنید. بنده هر یک عدد از این پارچه‌های قدیمی رو 43 میلیون تومان وجه رایج مملکت نقداً به شما پرداخت میکنم که برید بزنید به زخم زندگیتون و مشکل مالیتون به حول قوه الهی انشالله برطرف بشه. و اینکه دوستان عزیز توجه بکنید داخل این پارچه‌های قدیمی حدوداً 400 تا 420 گرم نقره خالص داره و اینکه استخراجش فقط کار هر کسی نیستش. بنده تخصصم اینه، ابزارشو دارم. و اینکه دوستان عزیز توجه بکنید هر چه سریعتر برای فروش این پارچه‌تون اقدام بکنید، چون خرید بنده بسیار بسیار محدود هستش. هر چه سریعتر برای فروش این پارچه‌تون اقدام بکنید. یک مسئله مهم اینه که بالای این پارچه باید این آرم فیل نشان حتما وجود داشته باشه یا یه آرم دیگه ای. نرید جدیدش از بازار تهیه بکنید بگید بیاین من بخر 40 تومن 43 تومن. نه دوستان عزیز حتما باید قدیمی باشه. یا علی مدد، خدا یار و نگهدارتون.